با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی ارمنی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتار نهم. با اشارتی وی منشی برخاسته از دهلیز خورجین را که هر دو چشمش پر بود آورده به نزدیک فردوسی گذاشت. این به شما انعام ماست، قبول فرمایید، گفت حاکم. از درون خورجین جرینگاسی تنگه ها شنیده می شد. تا عمر باقیست سپاسگزاری جناب عالی هستم. نیم تعظیم کرد شاعر. بر من منتی بی حد نهادید. مهمان عالی جاه برخاسته با میزبان خیرباد کرد. فردوسی در تاریکی او را تا سری کوچه گسیلانده برگشت. فاطمه جان، بازی دولت به سری ما نشست. شادانه به خانه در آمده به همسرش گفت شاعر و به نقل آنچه در حجره گذشته بود شروع کرد. خبری آزادی از باج و خراج فاطمه را آنقدر شاد کرد که وی شوهرش را آغوش کرده روی پر ریش و پیشانی فراخی او را یک چند بار بوسید. خورجین از حجره آورده شد. خواب را فراموش کرده ساعت سیم و زر شمردند. 5000 تنگه برآمد که 2000ش دیناری طلا و باقی درمهای مضروب از نقره و میس بودند. البته بین شوهر و زن از چگونه و به کدام احتیاجات صرف کردن سیم و زر سخن رفت. اولا هوشنگ جان، ما را لازم است که این نعمت خداداد را برای خودمان حلال کنیم، گفت فاطمه بانو. آها، میدانم تو چی میخواهی بگویی، خندید فردوسی. صدقه بدهم. البته خودت گفتی نعمت خداداد است، مگر خداداده حلال نیست؟ البته حلال است و صدقه را هم فقط از مال حلال میدهم. والله که صدقه دادن در اندیشه خودم هم بود. فاطمه جان، تو اندیشه مرا دوست دیدی. با همان لحنی شوخی آمیز گفت شاعر. وه چه زنی ثوابجویی دارم. خوب، چقدر صدقه می کنیم؟ به قدر همت خودت. پس بیا این زر و سیم را چنین قسمت بکنیم. 2000 دیرم به علی نظری صراف تا که زمینمان را از قبضه گروی او برهانیم. 1000 دینار هم به همان صراف امانت می گذاریم به نیتی 2 جشن عروسی که خدا خواهد در پیش داریم برای هوشنگ و منیژه. 1000 دینار و 500 دیرم می گذاریم برای خرج روزگار. باز چقدر ماند؟ 500 دیرم. این 500 به اختیاری توست. چقدر که خواهی به یتیمان، بیوه و بیچارگان صدقه بده. راضی هستی؟ 100 بار راضیم، خوشنودانه گفت فاطمه. بگو 500 بار. باز شوخی کرد شوهر. یعنی به هر درم 1 بار. خرسند و ریزامند هر دو بلند خندیدند. اکنون ترددی عروسی هوشنگ را هم بکنیم می شود. گپی یک قدر کهنه شده اشان را نو کرد فاطمه. او پیشتر این مطلب را 1-2 بار به شوهرش عرض کرده بود، اما فردوسی بنابر تنگ دستی عائله از وجه پول و مال
یگان سال عقیب پرتافتن این کار را صلاح دیده بود. می شود، راضی شد او. بعد از واقعه مسجد شاداب، نیسانی قریب 2 هفته بیدرک بود. به نزد فردوسی نمی آمد. وقتی که آمد استاد از خانه غایب بود. به نیسانی گفتند که او برای گردش به کناری رود رفت. شاعر عادتاً پیش از شروع کردن به نظم قصه نوی از شاهنامه یا فصل تازه از آن به ساحل کشفرود فرآمده گردش کنان درباره طرح و ترتیب قصه فکر می کرد. نیسانی تکلیف عبدالله دستیار را که گفت درآید و برگشتن شاعر را منتظر باشد قبول نکرده، خودش به رودخانه روان شد. از پلی لرزان جویبار گذشته از بلندی ده دید که شاعر 2 دست به پشت در قد رود آهسته آهسته قدم می زند. نیسانی به ساحل فرود آمده خود را به او رساند. پریشان خاطر می نمود. با چشم و روی خیره سلام و علیک کرد. عبدالله گفت که استاد در ساحل گردش دارند. آمدم. می خواستم شما را ببینم. آفتابی گدازنده سنبله تابان ولی کناری رودخانه در اثر آبی سرد و خروشان و سایه بیدها سفیدارزار و تودزارهایی که در قد رود رسته بودند یک قدر سیرون بود. از جانب کوهساران طرف شمالی نسیم فارمی میوزید. در یک جا بچگانی بسیاری با غیره و غلاغوله آب بازی می کردند. چه خبر؟ چرا پریشان خاطر می نمایید؟ پرسید فردوسی. نیسانی یک آه کشید و گفت رانده شدم استاد. جناب قاضی مرا از خدمتشان راندند. فقیر باز به حالی که پیش از رفتنم به خدمت ایشان داشتم برگشتم. سبب چی بوده است؟ دیروز یک زنی جبر دیده به عرض آمده بود از شاداب. پیرهن چاک چاک، پا برهنه، یک کودک در بغلش، کودکی دیگر از پسش. عرض کرد که شویم را با تهمت به زندان انداختند. شویش کدام یک رساله را خوانده بوده است. عبدالنبی آخوند آن رساله را به بدعت و تفریقه نوشته کافران و بدعتکاران نامیده خبر کشیده بیچاره را به زندان کشیده است. زن یک چند بار دادخواهان به دارالحکومه رفته باشد هم حاجبان او را به قلعه راه ندادند. کسی به او گفته است برو پیش قاضی، التماس کن که واسطه شوند و عرضی تو را به حاکم رسانیده برایت دادخواهی کنند. زیرا گفته است جناب قاضی از مقربان معتبری حاکمند. حاکم سخنی ایشان را به اینابت می گیرد. من خود وقتی عرض کردن زن در محکمه حاضر بودم و شاهدی زنده ام. قاضی عرض او را شنیده فرمودند که من به امور حکومتی به کاری رئیس و اساسها دخالت نمی کنم. پیش رئیس یا عمید حاکم برو. زنک نالان و گریان به در رفت. به حالش رحمم آمد. به جناب قاضی گفتم شریعت پناه، اگر به داد این عاجزه مشتیپر می رسیدند هر آینه کاری خیری می کردند. بیچاره مال و پول ندارد
رشوه داده نمی تواند، بنابراین هیچ کس عرضش را نمی شنود. از رشوه گفتن عملدارانی حاکم را در نظر داشتم که به خود استاد البته معلوم، دادخواهان تا به آنها رشوه ندهند حاجتشان روا نمی شود. جناب قاضی این سخنی مرا عاید به خودشان دانستند. از نماز پیشین برگشتند و مرا به حضورشان خوانده گفتند: پس به عقیده تو من رشوت خوارم؟ گم شو، ملازمتی تو دیگر به من در کار نیست. فردوسی دانست که زنکی به عرض رفته زنی عباسی شادابی محبوس است. دلش تکان خورد، لحظه چند خاموش ماند. نیسانی باز گفت: آمدم که با شما ودا کنم استاد. ودا؟ گشته پرسید فردوسی. چی نیت کردی؟ از توس می روید؟ نروم چی کنم؟ عاقبت به این شهر هم نغنجیدم. به کجا می روید؟ به کجایی که تاری نحسم رهنمون شود. هر دو به پا ایستاده گفتگو می کردند. فردوسی به دور به کوهسارانی سرسفید می گریست. سپس به آبی رود که سر به خرسنگ ها کوفته گویا از آن مانعه های رفتاری پرشتابش در غضب شده می خروشید و کفت می برآورد نظر دوخت. به خرسنگی لبی آب نشست. نیسانی به پهلوی او فرو شد. بیچاره کجا می رود؟ می اندیشید شاعر. تنی تنها، دل شکسته، بی پناه و نوا. من او را چگونه دستگیری کردن می توانم؟ رفتن مصلحت نیست، گفت او. مایوس نباید شد. زندگانیتان فقط بسته به خدمت قاضیخانه است مگر؟ نه البته. شاید برایتان شغل دیگری هم پیدا شود. وی به پا برخاست. می رویم. گردش بس است. روان شدند. قدقدی رود راهی نچندان وسیع و نه آنقدر هموار روی سنگریزه های پاش خورده و سبزه های پایکوب شده خزیده و پس از یک چند دقیقه از وی پیرهی باریکی به بلندی تاب خورده هر دو را به منزل شاعر رساند. نشستند. نهاری از حولی درون رسیده را با هم تناول کردند. پس آن فردوسی به خدمتگار فرمود که مهمان را به مهمان خانه برد. تا فردا اینجا بمانید تا من در کار شما فکری بکنم، گفت او به مهمانش. در مهمان خانه حولی بیرون عادتاً مهمانانی مردینه از جمله خویشانی دور یا آشنایان شاعر که شب در منزل او می ماندند جایگیر می شدند. صبح دیگر فردوسی در حجره خود وقتی ناشتا به نیسانی گفت: شما از فکر مسافرتی نو درگذرید. همین جا مانید. برایتان کلبه پیدا می کنیم برای زیستن و آنگاه شما پیش مسجدی محله ما دبستان گشاده شغل آموزگاری پیش می گیرید. اینجا در باش تنها یک دبستان هست که همه بچگان طالب سواد آموزی را فرا نمی گیرد. 10-12 نفر بچه به شاداب رفته در دبستان آنجا سبق می خوانند. چی می گویید به این پیشنهاد؟ قبول؟ بنده چی هم می گفتم؟ شما پیری من، هادی من هستید. سخنی شما را نگیرم، سخنی کی را می گیرم؟ فردوسی تا پیدا شدن کلبه وعدگی مهمانخانه خود را برای استقامت مکتبدار آینده واگذار کرد و فرمود که وی برای گشادن مکتب تیاری لازمه را بیند.
نیسانی بچه های محله را خون کرده، فراشخانه مسجد را روبوچین کنند، فرش آن را با پلاس و بوریاها پوشاند. از خانه شاعر به او یک تا نمد دادند. نمد بر روی پخال و بوریا گسترده شد. یک پگاه روز یکشنبه پدران بچه ها هر کدام دسترخوان در بغل با نان، انگور، سمبوسه و خورش های دیگر آمدن گرفتند. در صحن مسجد دسترخوان ضیافت آراسته شد. مکتبداری حالا شناخته نشده، امام، یک چند نفر موسفیدان و کسانی دیگر را که بعد از نماز بامداد پراکنده نشده رسم کشاد مکتب نو را می پاییدند در پیشگاه نشاند. فردوسی نیز حاضر بود. امام آیتی را قرائت کرده فاتحه خواند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. کلان و خرد همه دست بر روی کشیدند. سپس خورش ضیافت و از هر در مصاحبه و گفت و گذار اوج گرفت. معلمی نوبرآمدی هنوز به مردم نه آنقدر آشنا گمان نبرده بود که کشایش مکتبی او موجب چنین مراسمی با شکوه و خودش هدف توجهی این گونه شخصان معتبر می شود. او فخر کنان به خود می بالید. تبسمی خوشنودی لب و رویش را ترک نمی کرد. بیریش و مویلبی در هم پیچیده یک عمر قیچی نادیده اش را باری اول پیش استای سرتراش قیچی و شانه زنانده ساز کرده آمده بود. دستار سفیدی پاکیزه بر سر و جامه تازه ابره و استری علاچه در تن داشت. این پگاه برای وی عید بود. بدین طریق آموزگاری او در باش آغاز یافت. شاگردانش 20 نفر بودند. از آنها عده نوآموز ابجد خان، دیگران مدتی در مکتبی شاداب تعلیم گرفته نیمکاره سواد برآورده بودند. کتاب‌های درسی فارسی می‌خواندند. نیسانی در روز و ساعت‌های فارغ بودنش از شغل آموزگاری در کارهای باغ و راغ فردوسی یاری می‌داد. از روی تعامل پدر و مادران شاگردان در روزهای معینی هفته و دام الله دسترخوان می‌فرستادند. غیر از این به مناسبت جشن‌ها و مراسم‌ها نیز به وی بخشش و تحفه‌ها می‌رسیدند. تشریف آوردن حاکم به خانه فردوسی به زودی در اطراف و اکناف آوازه شده بود. مردمان این واقعه را نقل مجلس‌ها و نقل محفل‌های خود گردانیده بودند. دهقانان توانگر از شاعر حسد می بردند که مشرفی چنین التفات خاصی از جانب حاکم شده است. در باخوری ها او را تبریک می گفتند. بعضی اشان که پیشتر و ابوالقاسم کم بضاعت با نظری تکبر می نگریستند اکنون با شیوهی خوشامدآمیز از وی خواهش می کردند که آنها را غایبانه باشد هم به حاکم معرفی نماید یا درباره اشان نزد او سخنی خوشی بگوید. مردمانی فقیر باشند از آشنای حاکم گردیدن همدیه اشان خرسند شده امید می کردند که اکنون هرگاه اگر از وجه به حاکم عرض و داد برند شاعر نزد او برایشان دادخواهی و خواهشگری خواهد کرد. آشنایی حاکم بودن فردوسی را شنیده زن عباسی زندانی با کودکانش از شاداب به باش شتافت. شاعر برای سیر و گردش عادتی خود به ساحل رود رفته بود. زنکی پایلوچ و جوریدمو با کودکانی گرسنه‌اش به پای فاطمه بانو غلطیده آه و ناله آغاز کرد. قربان شما باشم بانوی عزیز،
حالی ما شوربختان را به حاکم عرضه بیکنند و از او آزادی پدری بیگناه اینها را بخواهند. مردکی بیچاره با تهمت آخوندی خدا بی خبر اینک 1 سال و 30 ماه می شود که در زندان است. فاطمه بانو کوشش کرد او را تسلی دهد. روشن برای او و کودکانش خوراک آورد و خودش هم نشسته با همراهی زنک گریست. وی که از شوی جوانمرگ شدهش هنوز داغ در دل داشت، خود را با زنی عباس همدرد حس کرد. بانو به زنک وعده داد که فردوسی را به خواهشگری نزد حاکم در حق شوی او راضی خواهد کرد. فردوسی آمدن زنی عباسی محبوس و خواهش او را از زبان فاطمه شنیده متأثر شد. حبس عباسی بافنده و سببگار آن بدبختی عیال و فرزندان او به شاعر معلوم بود. تو را به خدا هوشنگ جان، به زنک و کودکان گریانش دلم سوخت. تو دیر مکن، هرچی حاکم را ببین، خواهشگری بیکن. شویش را تشویق کرد فاطمه. البته قبول کرد فردوسی. در صبحدم روز 3 فردوسی در دارالحکومه توس حاضر شده نماز بامداد را در مسجد آنجا گزارید و با همراهی منصبدارانی که عادتاً بعد از نماز به سلام حاکم می رفتند وارد بارگاه حسین قتیب گردید. در پایان مراسم سلام او را خود قتیب نگاه داشت. استاد البته با مهم تشریف آوردند، پرسید او. مرحمت، بنشینید. فردوسی نشسته بنده را کار 1 نفر بیچاره بیگناه که با تهمت قرمطیگی حبس شده است به حضور جناب عالی کشاند. گویان سخن آغاز کرد و این واقعه را همان طوری که شنیده بود، این چنین حالی تباه و خاری عیال و کودکان عباس ولد علی اکبری کرباس بافی شادابی را عرض داشت و خواهش نمود که اگر عباس در واقع هم گناهی داشته باشد، حاکم به کرم خود گناه او را عفو فرموده از حبس آزادش بکند. والی از کی بودن نویسندگان اخوان و صفاکی بافنده را به خواندن رساله ایشان گناهگار کردند پرسان شد. باید طایفه از علما و فضلا باشند، گفت شاعر، ولی معلوم نیست کی هایند. ایشان نامهاشان را پنهان می دارند. باعث پنهان داشتنشان شاید از اندیشه آن باشد که ذاتهای مانند آخوند شادابی در همه جا هستند و در تعقیب و سرکوبی هر کسی که به عقیده آنان قرمطی یا اسماعیلی، معتزیلی، فلسفی می باشد هیچ کوتاهی نمی کنند. بعضی رساله های اخوانیان را بنده هم خواندم. در آن رساله ها از هر گونه دانش، از حکمت افلاطون و ارسطاطالیس بحث می رود. می گویند در دیگر رساله های ایشان از کسب و هنرهای دستی نیز سخن رانده می شود و همین شاید جالبی توجهی عباسی بافنده شده باشد، وگرنه بافنده عامی کم سواد کجا و حکمت یونان کجا؟ هم گمان نمی کنم که او به فهم قرمطیه و فلسفه آن می رسیده باشد. بنده باید این را هم عرض کنم که کلان و خردی اهالی شاداب همه به دیانت و پاکی اخلاق عباس گواهی می دهند. خوب، ما عرض شما را شنیدیم استاد. کار آن بافنده را تفحص می کنیم، وعده داد حاکم. پس از 2 روز وی فردوسی را به حضورش خوانده گفت: بافنده را از زندان آورانده پرسش کردیم. رساله را به وی 1 نفر آشنای هم قصبه اش برای 1 چند روز امانت داده بوده است. اصلا سبب قید و حبس آن بیچاره این بوده است که وی با وجود تهدید و شکنجه کی بودنی آشنای رساله داده اش و نام او را نگفته است. اگر می گفت آن آشنایش هم البته گرفتار می گردید
ما عباس را امروز رها کردیم، اما استادی عزیز به شرافت خواهشگری شما که در حق عباس کردید، باز 9 نفر بندی از زندان آزاد شدند. ما تفحص کردیم، ایشان یا بیگناه یا که گناهشان اندک بوده است، همه را بخشیدیم. فردوسی با خوشنودی و ممنونیت سپاسگزاری کرد. خدایا، چه خبری خوشی می شنوم. جناب عالی بنده را رهین منت خود کردی. اگر پاداش این نکوکاری، این لطف و مرحمت شما از بنده و از آن آزاد شدگان نگردد، از خداوند می گردد. این را گفته برخاست و با تعظیم احترام بارگاه حاکم را ترک کرد. به باش برگشته از دری حبریش با آوازی بلند: فاطمه جان، شادیانه بیدی، گویان وارد شد. حاکم خواهشی مرا پذیرفته، عباس و باز 9 بندی دیگر را از زندان آزاد کرده است. زهی دادگری، زهی عدالت. بعد از 2 روز عباس با زن و کودکانش پگاهی به باش آمدند تا که به فردوسی شکر و سپاس گویند. عبدالله آنها را در صوفه حوری بیرون نشاند. فردوسی از حوری درون برآمد. با دیدن بافنده اندوهی به چهره شاعر سایه انداخت. مردکی میان سال که فردوسی او را از آن پیش نه 1 بار و 2 بار دیده بود، حالا پیری 60 ساله را میمان. او خیلی لاغر، بریشش سفیدی زردگونه شده، روی زردی بیخونش را توری آجینگ پخش کرده، زیری چشمانی فرو رفته اش ورمی بلغمی رنگ برآورده بود. حتی رنگ چشمانش هم پریده بود که چی رنگ داشتنی آنها را معین کردن دشوار بود. در پایش چارق کهنه یماقین داشت. بیچاره را زندان به چی حالی تباهی آورده است. عباس پیش پای فردوسی افتاده، دامنی عبای او را بوسیده به چشمانش میمالید. شاعر او را برخیز برخیز، خوب نیست گویان از کتفش گرفته به پا راست کرد. قربان شما بشم خواجه بزرگوار. با آوازی حزینی گریه آلود اظهاری منتداری می کرد مردک. خلاصم کردی، عمری دوباره هم بخشیدید. بقیه عمرم را تا دمی آخرین صرف خدمت شما کنم، هم باز شکری این نیکیتان را بجا نیاوردم. زنی عباس در کنارتر ایستاده بود و میگریست و به کودکانش، پسرکی 4 ساله و دختر بچه‌ای 3 ساله می گفت: بابا جانی عزیز را سلام